الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که گاه نماز میخوانند و گاه نمیخوانند، کسانی که نماز در وقتش نمیخوانند، کسانی که در نماز بی پروا هستند، کسانی که روز نماز ترک میکنند لکن بیگاهی قضا میخوانندش، بیگاه قضا میخوانندش. انا همین ویل برای اونهاست، برای کسایی که در نماز بی پروا هستند، برای کسایی که نماز قضا میکنند، برای کسانی که نماز از وقتش گذرانیده بد میخوانند، اینها را خداوند ویل گفت. من ترک صلاة حتی مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا. با حدیث خوب توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش. салом дӯстон, ман ба шумо Red Ginseng оригиналро тавсия медиҳам ки гарантияш қадӣ шумо метавонед аз 8 то 10 килограмм вазн гиред. бародарое ки лоғар ҳастед, мехоҳед ки вазн гиред, Red Ginseng беҳтарин роҳи ҳал аст. ногуфта намонад ки курси лечении Red Ginseng 2 пачка мебошад. барои Red Ginseng оригиналро дастрас намудаан ба WhatsApp-и мо нависед. бародарое ки WhatsApp-и моро надоред, дар комментария даромада худи ҳозир нависед WhatsApp ва мо дар лентаи шумо номерои WhatsApp-ро равон мекунем. кӯдакҳое ки аз пешоб танқисӣ мекашанд ва тез пешоб мекунанд, пас ин мушкилӣ ҳал аст. ба шумо шифофармо Сисит Унурезо тавсия медиҳад ки шумо метавонед ин мушкилиро ҳал кунед. بیگاه که شد قضایی میخوانش. عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدند حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه. برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بی پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه. پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نماز قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادند، السنه 360 یوما. یک سال پیغمبر خدا گفت میدانین که 360 روز است. لکن حضرت گفتند روزهای قیامت، گفتند یک روزش 1000 سال این دنیا دا برابر می شود. یک روز قیامت برابر 1000 سال این دنیاست. در کتاب در زیر همین حدیث صاحب کتاب خود رقم مانده است. گفته است برادرای عزیز، گفته است بیدار شوین که برای آدمی که نمازش را قضا می کند، برای آدمی که در وقتش نمازش نمی خواند، کار دنیایی برای او با ذوق شوق پیدا می شود و نماز بعداً می خواند، حضرت گفتند 80 را به 360 ضرب کنید و بعداً حاصل این به 1000 ضرب کنید، در آخر برآوردن رقمش 28800 سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آخر برآوردن رقمش 28800 سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. 28,800,000 سال. گفتن برای یک نمازی که انسان بی پروایانه قضا میکنه. پس وای به حال بی نماز. وقتی آدمی که در نماز اینقدر بی پروا باشد، قضا خواند، 1000 عذرهای بی معنی را پیش میارد، لباسم بی نماز است،
کار مشکل است، آب طهارت نیست، وقت خنک است، بعدا میخوانیمش. وقتی که اینقدر سالی دراز برای عذاب باشد، پس وای به آدمی که در دنیا بی نماز از دنیا میگذرد، وای به حالش، چه عذابی سخت دردناکی برای او منتظر است. البته آگاه باشین که هر چیزی که در دنیا شما کاری دید، حاصل وی در قیامت همون گونه میبردارین. حضرت لقمان حکایه میکنن که بار مولاش گفت که لقمان گفت امسال گفت برای من جو بکار، جو. حضرت رفته در زمین کنجید پرتافتند. وقتی که حاصل شد، حضرت کنجید را درآویدند و نزد مولا بردند و گفتند، مولا گفتند حاصل برداشته شد. حضرت آمدن نگاه کردند مولا لقمان که خوابچه ها پر از کنجید است. گفت من بر شما نگفته بودم که برای من این سال جو کارید؟ حضرت لقمان گفتند من تصور کردم که اگر کنجید در زمین پرتافته شود، شاید که حاصل جو شود. این مولا گفتند تو ابله بودی، تو بی عقل بودی، نخواد که کنجید در زمین پرتافته شود و حاصل جو برداشته شود. گفتند من ابله نیستم، بلکه شما ابله هستید، زیرا که چگونه که شما گناه میکنید و باز دائم در زبان شما این است که من فردا وارد جنت میشوم، من هم تصور کردم که اگر کنجید پرتافته شود، شاید که حاصل جو گردد. یعنی وقتی که انسان گناه میکند، بینمازی میکند، باز امروز در بین ما و شما یک شعار است، همین دل تازه باشد. این نماز، این عبادت، این مسجد، ولی بعضی دخترهای هستن که خدا برکت شانتیت که مثال سطرها دارن، با بعضی زنهای دیگر اونها را با مذاق میکنن، همین سرت هم شاده هم که باشد، دل تازه باشد. این شعاری ابلهی، این شعار یهودی در تمام مردم ما و شما بی نهایت پریشان شده است. هر عملی که ما و شما میکنیم در نزد پروردگار، همان عمل را ما و شما منتظر باشید. و از همه چیز مهم برای ما و شما امروز نماز است. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. به همه شما امر میکند پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه دارین، دختر دارین، بچه دارین، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستین. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتون. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت باوی نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امر به نمازش کنین. واضربوه و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند، و یا لطو کوب کن، وی را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشون جدا کنید. این جاگه خوابه که اگر همراه شما باشند و اینها را در دیگر خانه برین. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد، جاگه های خوابشون جدا کنین. گفتم پیغمبر کاری که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشوند. این است باب بی نماز. این است کسانی بی سعادتی که در دنیا نماز نمیخوانند
یعنی این گونه وعیدها و این گونه عذابها برای هر کدام او چی هست؟ منتظر است. خوش به حال همون برادرانی که یعنی به هیچ حالت نظر نمیکنند، دائم با نماز هستند. فقط در آخر من به شما یک حدیثی را خبر میدهم که فکر میکنم خیلی باید تأثیر کننده باشد و خیلی باید که شما را از خواب بیدار کند، که حدیث از پیغمبر خدا که من احرق 70 مصحفا، اگر در بین شما یک نفر پیدا شود و 70 دانه قرآن را در آتش بسوزاند. البته ما و شما چی گناهی وزنینی هست و چی جمله مشکلی هست که انسان باید تلفظ کرده نمیتواند. اگر شخص در بین ما و شما پیدا شود که 70 قرآن را سوزاند، قرآن خطا خواندنش گناه است، قرآن بی طهارت قپیدنش گناه است، اینها وقتی گناه باشد پس سوزاندن او را شما تصور کنید که چند قدر گناه است. وقتی سخن خدا را تو در آتش بی پروایانه می سوزانی. من احرق 70 مصحفا، کسی که اگر 70 قرآن را در آتش بسوزاند و قتل 70 نبیا، اگر کسی که بعد این 70 دانه قرآن سوزاندن باز قرار نگرفت و 70 پیغمبر را به دست خودش قتل کرد. ببینید یک آدم قتل کردن، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. خدا در سوره نساء میگوید اگر یک تای شما یک برادر مؤمن قتل میکنین، خداوند میگوید که این قاتل، این آدم کشه، خالدا فیها، من در دوزخ مخلد میگذارمش، میسته ابدی در عذاب دوزخ گرفتار میشود. و لعنه، من لعنت خودم به این قاتل میرسانم و غضب خودم را بالای این قاتل میرسانم. و برای آمدن این قاتل در دوزخ چه عذابهای گوناگون منتظر هست. یک آدم مؤمن وقتی که یک نفر میکشد، این گناه را تصور کنید که 70 قرآن سوزانید، بعد سوزاندن 70 قرآن باز چکار کرد؟ 70 پیغمبر دیگر را قتل کرد. و زنا مع امه 70 مرات. چه گناه های وزنین، چه جمله های وزنین. 70 قرآن سوزانیده شد، 70 پیغمبر کشته شد از دست یک نفر. و باز این نفر 70 بار دیگر اگر با مادر خود خانه‌داری کند، 70 بار دیگر میگوید با مادر خود خانه‌داری کند. در دوام چی گفتند پیغمبر خدا؟ و افتز بکرا و افتز 70 بکرا به طریق الزنا. 70 دختر دیگر را با طریق زنا و اونها چکار کرد؟ همخوابه شد. 4 گناهی که اینها را تلفظش مشکل است. گناه اینها دیگر حساب ندارد. 70 قرآن سوزاندن، 70 پیغمبر را قتل کردن، 70 بار با مادر خود زنا کردن، 70 دختری جوان بکاره چدر کردن. اقرب الی رحمت الله ممن ترک الصلاة. انا همین آدم به سوی رحمت پروردگار نزدیکتر است از آدم بی نماز دیده. انا همین آدم به سوی پروردگار بر رحمتش نزدیکتر است از شخصی که نماز نمیخواند. تصور کنین گناه را ببینید.
70 قرآن میسوزانی، 70 پیغمبر قتل میکنی، 70 بار مادری خود قتل زنا میکنی، 70 دختر قتل زنا میکنی، باز بر رحمت پروردگار تو نزدیکتر بود است از شخصی که نماز نمیخواند. از این دیگر گناه مشکل برای آدم بی نماز نیست. اگر کسی که بی نماز است و این صدای ما را میشنود و اگر این سخن پیغمبر برای وی تأثیر بخش باشد، باید که برای گناههای پیشینه خود گریه کند، برای گناههای پیشینه خود غمگین شود و در حال تعلیم نماز گرفته نماز ادا کند. این حالت در بندگی او در نزد پروردگار ظاهر می شود. خیلی گرامی، قبلا همه شما را به این روز سعید، به این روز بندگی خدا، به این روزی که بهتر از روزهای هفته است تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند مهربان خواهان او هستم که خداوند ما را همیشه پایبندی طاعات خود بگرداند و خواهان او هستم که خداوند از همه ما بندگانش آن چیزی را که از نیکی ها به وجود می آید به درگاهش پذیرفته بگرداند. ابن حوشب میگوید از ام سلمه پرسیدم یا ام المؤمنین ما اکثر دعاء النبی صلی الله علیه و سلم. ابن حوشب برادران عزیز و گرامی که هم عصر پیامبر بودند، هم نشین پیامبر گرامی بودند، میگوید یکی از خانمهای پیامبر که ام سلمه بودند، زن پیرانسالی بودند، از او پرسیدم ای ام سلمه آیا تو همراه پیامبر حیات به سر میبری؟ چه مبارک خانم هستی که چنین شوهر را خداوند نصیب تو گردانیده است. برای ما بیان کن که وقتی که پیامبر در خاندان تو باشد با کدام دعاها بیشتر مشغول می شود؟ ام سلمه مادرمان گفتند اکثر دعایی که من از زبان پیامبر می شنوم این بود که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مادرمان ام سلمه می گوید از زبان این آفتاب تابان می شنیدم که دایم دعاش همچنان بود ای تغییر دهنده دلها، دل ما را در عبادت خودت، در دین خودت همیشه نگه بدار. برادرای عزیز و گرامی، ما هم از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند در دل ما همیشه محبت اطاعت خداوند و طاعات الهی را جاودانه نگه دارد و از خدای مهربان خواهان او هستیم که برای ما توفیق عمل کردن خاص برای خودش باشد نصیب و روزی بگرداند. خدایا از عملهایی که برای خود نمایی باشد، برای خود ستایی باشد، ریا باشد، پروردگارا به سوی تو از این عملها پناه طلب میکنیم. برادران عزیز و گرامی، جمعه گذشته چگونه که من در اطراف بعضی از آیت ها و حدیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندم که همه معنا بر این بود، دلالت بر این بود که ما هرچه از عمل انجام تیم
فقط در اون نیتی خاص از برای خدا داشته باشیم. برادران عزیز و گرامی، اگر ما نماز خوانیم، ما روزه داریم، ما زکاتیم، ما جهاد کنیم، ما اگر خیر و احسانمان تمام شر را اگر دامنگیر شود ولی وی خاص از برای خدا نباشد، شما چیزی در راه خدا نکردید و چیزی در پیشگاه پروردگار مورد قبولم نشد. آیت را که من برای شما خواندم، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این دلالت بر همین میکند که خدای مهربان برای ما بیان کرد که دین و راه دین فقط این است که خالص از برای پروردگار باشد. خداوند از هر عبادتی که در او یک غرض شخصی یا در او شریک گردانیدن چیزی باشد، از او عمل پروردگارمان بیزار است. خداوند در آیات‌های قرآن خبر می‌دهد فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. برادر عزیز و گرامی، ما از همینجا اخلاص، حکمت و خود معنای اخلاص را که چیزی پوشیده در دل بنده مؤمن است اینجا دریافت کرده میتونیم. خداوند در آیت قرآن که سوره مبارکه عنکبوت بوده است، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین، پروردگار میگوید وقتی که شما در چیز از سواره سوار شدین، مثل خواه کشتی باشد، خواه تیاره باشد، خواه قطاره باشد، هر چیز از سواره باشد، ببینین پروردگار همینجا اخلاص ببینین چگونه عبادت است. وقتی ما سوار میشویم در این چیزهای سواره، دعوا الله مخلصین له الدین. شما میبینید که در حالتی که ما در تیاره ها سوار باشیم، دیگر جای نیست که ما مراجعت کنیم برای ما و شما پناهگاه شود، جای نیست که دیگر ما و شما با او تکیه داشته باشیم. نه سمالیات، همون تیاره‌ای که هست اگر گویم در خوبترین صورت هم ساخته شده باشد، اگر تمام همون متخصصای او برای ما و شما گارانتی یعنی که همین سمالیات بهترین سمالیات است، بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. خداوند میگه وقتی که شما در اونها داخل شدین و یک حالت ناگوار شما را قرار داد، شما در او حالت با پررگی رو به سوی من میارید. حالتی است که انسان با پررگی در اون حالت به سوی خداوند با تمام اخلاص، با تمام خلوص در همونجا عبادت، در همونجا دست میبردارد و از پروردگار از تحت دل با تمام هستی خود از خدای مهربان خواهان میشه. انمون اخلاص است برادر عزیز. انمونه که ما در همون حالتی که روبرو میشویم، حالت ناگوار ما قرار داریم، کمی گویم دشواری ها و مشکلاتی که در داخل او تیاره یا چیزی از سواره وقتی حس میکنیم، در بینن وجود ما را یک ترس فرا میگیرد و ما درو به زبانمان تیز تیز از خدای مهربان نجات او را، حال خوب او را طلب میکنیم. انمون اخلاص است برادر عزیز. اگر ما در عبادتمان ان همون حالتی که در همون سواره بودیم، اگر از خدای مهربان همچنان عبادت داشته باشیم، و در پیشگاه خدا قبول است. زیرا ببینید من جمعه گذشته گفته بودم که حتی پیامبر گرامی گفتن ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. ببینید شما دعا کنید، میگه پیامبر گرامی، ولی در دعا کردن شما با تمام اخلاص دعا کنید. یقین دانین که همین دعای تو
پره دل تو باید گواهی دهد که همین دعای مرا پروردگار شنیده ایستاده است و یکایک قبول کرده ایستاده است. اگر تا ما همین اخلاص و همین باوری را در بالای دستمان نآریم، پیامبر گرامی گفتند این دعای شما هم در پیشگاه خدا قبول نمی شود. ولی بسیاری وقت برادرای عزیز شما اهمیت داده باشین، هم تا دستامون می برداریم دعا میکنیم ولی در دلمون چیزی از لذت نداریم و چیزی از محبت نیست و چیزی از قبولیت هم در یادمان هم نمیگذرد. پس این عبادت ما عبادت بی اخلاص است، در این خلوص نیست، در این نیت نیست، در این یقین نیست، در این صدق وجود ندارد. زی خاطر است که دعاهای ما و شما در دوام حدیث پیامبر میگوید خدای مهربان آن دعای را که انسان از روی دل میکند او را قبولش نمیگرداند. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند در جسم نظر نمیکند، خداوند در مال نظر نمیکند، خداوند در اولاد کی نظر نمیکند، بلکه پروردگار در دل و در عمل نظر میکند. اگر ما در دل خود همون خلوص و همون گویم یقین و همون صدق اگر حاصل کرده توانیم، انشاءالله پروردگار در اون نظر دارد و انشاءالله اون عبادت و اون عمل ما و شما در پیشگاه پروردگار قبولیت دارد. برادرای عزیز امروز جمعه است، ببینید به ذمه هر کدام ما و شما خواندن نماز جمعه فرض عین است که ما نماز جمعه ما نخوانیم. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. خداوند ما را امر دارد روز جمعه که شد، ساعت جمعه خانی که آمد، اگر دست در زر باشد ترک ساز و نماز جمعه را بخوان. این کنتم تعلمون، اگر به شرط تو فهمیش داشته باشی، تو اگر عقل داشته باشی، اگر تو معرفت داشته باشی، کارت ترک ساز. خدا میگه جمعه تا بخوان. پس ببینن همین جمعه که ما تاکید شدیم که باید برای ادا کردن او بیاییم، اگر در همین جمع مقصد ما خاص برای آن که این عبادت خداوند به ما فرض گردانیده است، اگر همین نیت نباشد همین سرگردانی ما، قدمی ما همه در هدر است، بیکار است، چیز ما از اینجا برداشت کنه نمیتونه. برادر عزیز و گرامی ببینین حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، من تطهر فی بیته، هر انسانی که در خانه طهارت میکند، طهارت میسازی، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد از آنه که طهارت تمام شد اراده میکنی که من در فلان مسجد رفته نماز میخوانم، ولی ببینین لیقضی فریضه من فرائض الله، همین طهارتی که من کردم برادر عزیز و گرامی و همین اراده ای که در فلان مسجد من نماز میخوانم، شرط ببین لیقضی فریضه من فرائض الله، اگر در همین نیتی که تو فلان مسجد را در نیتت گذرانیدی و در همین نیت تو داخل نباشد که این نماز جمعه فرض از فرضای خداست، من به خاطر فرض خدا می روم، همون طهارت و همون سرخم کردن و همون رکوع و سجده تو چیزی در نزد پروردگار قبولیت ندارد. تا اگر انسان به خاطر آنکه همین عبادت از برای خداست، همین عبادت به خاطر خداست، همین عبادت به خاطر رضاگی خداست، اگر در دل ما همین نگذرد، ما برادر عزیز و گرامی از عملهامان بجز همون گویم که ماندگی و بجز همون حرکت و بجز همون سرگردانی دیگر چیزی به ما نمیرسد. برای همین بسیار از شما خواهش میکنم دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان که امروز از اکثر ما و شما خدا را شکر که توفیق نماز خواندن داریم، توفیق صدقه داریم، توفیق روزه گرفتن داریم،
ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من صلى یرایی فقد اشرک و من صام یرایی فقد اشرک و من تصدق یرایی فقد اشرک. اگر تو نماز خوانی به خاطر آنکه تو را گویند نماز خوانی، ولی برادرای عزیز بسیاری از ما و شما که به خاطر خدا نیت میکنیم شاید در ذهنها منگذرد نخواه آدمی باشد که نماز به خاطر خودنمایی خواند. پر است برادرای عزیز، پر است از شخصانی که نماز میخوانند تا که گویند که نماز خوان است، مسجد می آید تا که گویند که وای مسجدی است. برای چی بزرگای ما و شما میگن کلید در دوزخ است آن نماز؟ ولی ببین نماز نخواه کلید در دوزخ باشد. کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذارید دراز. اگر در چشم مردم نماز بسیار با زیباگیش خوانی، مردم ترا نگاه دارند، تو بسیار رکوع خوشرو میکنی، سجده های خوشرو میکنی، خواب گویم طولانی قرائت میکنی، آن چنان زیبا عبادت که مردم نگاه دارد و در دل تو هم همچنان گذر میکند که بگذار نماز زیبای مرا ویها تماشا کنند. حضرت ها چی گفتن؟ کلید در دوزخ است آن نماز. این نماز تو کلید همو در دوزخ است. این نماز تو نماز در پیشگاه خداوند نیست برادر عزیز. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه تو می روی به ترکستان است. حاجی های محترم، این بزرگ خدا حاجی ها را اشاره میکند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه که تو می روی به ترکستان است. اگر حج ما به خاطر آن باشد که حاجی بابا گفته ها بالا بالا ممکنند، یا در بین مردم به نام حاجی معروف و مشهور باشیم، بزرگا میگن تو کعبه نرفتی، تو ترکستان رفتی. من صلى یرایی فقد اشرک. اگر نمازت یرایی باشد یعنی ریایی باشد، خودنمایی باشد، خودستایی باشد، خالی از اخلاص باشد، خالی از نیت نیک باشد، خالی از رضاگی و فرمان خدا باشد، پیامبر گرامی گفتند تو شرک در راه خدا کردی. با این نماز تو در پیشگاه پروردگار مبتلای شرک شدی. و من صام یرای فقط اشرک. اگر تو روزه بگیری به خاطر که گویند فلانی هر یک روز دوشنبه و پنجشنبه روزه دار است، بسیاری از برادرای ما همین رکلم را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما خودنمایی را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما 4 تنگه را صدقه میکنند، در گوش هزارها میرسانند. حبیب خدا میگوید اگر روزه تو ریا باشد و خودنمایی باشد، خودستایی باشد، تو روزه نداشتی، تو بلکه شرک در راه خدا کردی. اگر تو هزارها سامان خیر کردی ولی در این خیرت رازگی خدا یا غضب خدا دور می شود، یا خداوند به واسطه صدقه مال تو را زاید میکند، رضاگی خدا پیدا می شود، غمگینی شیطان پیدا می شود، این نیت ها در ذهن تو نباشد، پیامبر گرامی تو شرک در راه خدا کردی. هر کاری که از ما باید سر زند برادرای عزیز و گرامی فقط و فقط به خاطر خدا باشد. من یک معامله را که در روز قیامت می شود برادرای عزیز و گرامی از کتاب الترغیب و الترهیب در باب مخصوص اخلاص این بزرگی خدا آورده است، میخواهم برای شما خوانم، بعدا انشاءالله باز فهمیش شما و معلومات شما نسبت که عملی که خاص برای خدا نباشد باز معلوماتم بیشتر می شود. ان الله تبارک و تعالی اذا كان يوم القيامه
ينزل إلى العباد ليقضي بينهم فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثور المال. روز قیامت پیامبر گرامی میگوید وقتی که پروردگار بین بندگان خود قضاوت میکند، حکم میبرارد، کیها چیها کردند، کیها به کدام عملها چنگ زدند، کیها اهل دوزخند، کیها اهل جنتند. وقتی خداوند در روز قیامت بین بندگان خود این حکم میکرده است، اولین کسانی را که مورد پرسش قرار میداده است 3 نفر بوده است. یکم پیامبر گفتند کسی را که در دنیا حافظ کل قرآن بود و یا فریاد میزنند، کسی که در دنیا امروز با اصطلاح های ما قاری قرآن بودند، حافظای قرآن. دوم کسی را که مورد پرسش قرار میداده است شهیدهایی که در دنیا اونا گویم در میدانهای جنگ مقابل دشمنای خدا جنگیدند. سوم کسانی را میپرسد که اونا سخی بودند، مالدار بودند. این 3 نفر خدای مهربان میخواند و برای اونا چنان سوال میتید. چی سوال است؟ فیقول الله عز وجل، بس پروردگار میگفته است للقاری، از برای حافظ قرآن چی میگفته است؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، آیا من همون قرآن را که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردم، آیا از همون قرآن تو آموختی؟ قال بلا یا ربی، حافظ قرآن میگفت است بله پروردگار، من آن قرآن را که به پیامبرت نازل کردی آن قرآن را آموختم، آن قرآن را کلا حفظ کردم. فما عملت فبما عملت، وقتی که تو این قرآن را حفظ کردی برادر عزیز و گرامی، وقتی این قرآن را تو حفظ کردی، خداوند میگفته است به این قاری قرآن، به این حافظ قرآن، پس با او چی معامله کردی؟ چی ها کردی؟ برادرای عزیز، پیش از آنه که خداوند از سیر این حافظ قرآن همگان را آگاه کند، ما میدانیم که خدای مهربان علم داخل سینه ما را دارد. در داخل سینه ما چی ها میگذرد، در وجود ما چی نیت ها و چی مقصد هاست، اگرچه از چشم بنده های خدا پوشیده است، ولی خدای مهربان این علم دارد، از داخلی آگاه است. پیش از آنه که این سوال را قاری برای پروردگار چی جواب میگوید، منم برای شما گفتنی هستم که دادر عزیز کوشش کنه که در حیات قرآن خوان باشین، در حیاتتان قرآن خوان باشین. من دیروز یک حدیثی را در اینجا بین بعد نمازها که ما یک حدیث تعلیل میکنیم، یک حدیثی را خواندم، ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کالبیت الخریب. پیامبر گرامی میفرماید هر کسی که اگر حفظ قرآن ندارد، یعنی بعضی برادرای ما همین یک آیت یا 2 آیت از یاد میکنن یا یک سوره 2 سوره را از یاد میکنن و دیگر توجه به قرآن ندارد. پیامبر گرامی میگوید اگر در وجود شما آیت از سوره های قرآن اگر حفظ نباشد، شما مثل یک خانه چپه شده این، یک خانه که چپه می شود برادرای عزیز خراب می شود، دیدگی آدم دهشت او را فرا می گیرد. انسانی که اگر قرآن خوان نیست، انسانی که در وجود خود حفظ آیت های قرآن ندارد، مثل همون خانه های چپه شده اند. یعنی به حال اونا باید ما غمگین باشیم. امروز الحمدلله برادرای عزیز
اینقدر امکانیتی که خداوند برای آموختن قرآن برای ما و شما آورده است، اگر ما همین لحظه ها را استفاده نبریم ما کرنمکیم. قسم به نام خدا ما به انصافیم. حالا که روایت ها هست که اگر هر روز کسی 40 آیت قرآن را با چشم خودش با دستای خود قرآن را نکشاید، 40 آیت را نخواند، این آدم حق قرآن به جا نآورده است. این قرآن بالای او در روز قیامت دعوا دارد که این آدم در من ناسپاس بود، این آدم در من شکرگزاری نمیکرد. امروز دادرای عزیز عیب است که جوانای ما مثل همون موی سفیدای 100 ساله و از 100 بالا فقط بوسه کردن قرآن دانین و خلاص، فقط با دست طهارت داشتن قرآن دانین و تماس. خیلی جای عیب، خیلی جای تأسف که شما یک جوانای تنومند خداوند همه شرایط و امکانیت برای شما داده است و شما از خواندن قرآن محروم باشید. شما خواه از قسم شب خواه از قسم سحر قرآن کشاده و یک ورق که نخوانید، خیلی جای باور که غمگین شدن است برای شما. وقتی از قاری میپرسید از پروردگار پس با این قرآن حفظ کردی چی کردی، چی خدمت ها کردی؟ قاری میگفت است اقوم به انا اللیل و انا النهار. پروردگارا من شبها میخواستم روزها میخواستم این قرآن را میخواندم، این حفظ قرآن را از ذهنم دور نمیکردم. قاری به سوی پروردگار میگفت است فیقول الله کذبت و تقول له الملائکه کذبت و یقول الله تبارک و تعالی بل اردت ان یقال فلان قاری. بعدا پروردگار نه به همه قاری نه به همه حافظای قرآن بلکه با کدام همو که از همه گروه باشد معامله خداوند همچنان است. بعدا خداوند میگفته است ای قاری تو دروغ میگویی، بل کذبت. ملائکه های پروردگار میگفته است تو دروغ میگویی قاری، و خداوند میگه بل اردت ان اقول له قاری، بلکه تو را مرادت این بود که حفظ قرآن کردی و در بین مردم خوش آوازی کردی به خاطر که گویم فلانی قاری است. تو به این خاطر حفظ قرآن کردی. حتی یک حدیث را در برابرش نگاه کردم که روایت بیهقی است. پیامبر گفته بود است من قرأ القرآن یعکل به الناس جاء یوم القیامه و وجهه عظم لیس علیه لحم. اگر کسی که قرآن را علم را به خاطر خوردن مال مردم از خود کند، یعنی به وسیله علم به وسیله قرآن خواهد که مردم طلب و تاراج کند، خواهد که مال مردم به دست بیارد، پیامبر گفتند این گونه عالم ها این گونه قاری ها روز قیامت وقتی میخیزند در چهره هاشان گوشت وجود ندارد. یعنی چیز در چهره های ایشان از گوشت وجود ندارد. برادرای عزیز ببینید چهره را پیامبر گرامی گفت خداوند از چهرهش، یعنی جایی که حسن و جمال در او وجود دارد، خداوند همو حسن از روی این انسان میگیرد، به خاطر که این آدم ارادش دیگر چیز بود، ارادش پیشروی و خدمت در دین نبود. پس از آن میگوید به سوی شهید میپرسید است، از شهید هم میپرسد. چی میپرسید است؟ شهید هم همچنان شهید در راه خدا شدی؟ بله شهید در راه خدا شدم. چگونه ای که در حدیث های می آید که پیامبر گرامی در جنگ خیبر با اصحاب وقتی که در بین شهیدها گشت و گذار میکرد، صحابه یک و یک نشان میدادن فلانی شهید است فلانی شهید است. میگوید بناگاه به نزد یک شخص آمدن که
چهره و شکمش به سوی زمین است، فقط پشتش به سوی آسمان است، ولی کشته شده است. اصحاب میگوید نشان دادن پیامبر این قسم در جنگ بسیار شجاعت نشان دادند، این قسم گفتن شهید است. پیامبر گرامی در جواب اینی رأیت فی النار، گفتن این شخص، گفتن من در دوزخ میبینم. برادر عزیز، این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. این حدیث مسلمه، فی بردت غلاها او عباءه. ببینید من این گفت در دوزخ میبینم. صحابه حیرت دماندن که آخه این شهید، این همراه ما بود، این مقابل دشمنای خدا می جنگید. وقتی که میگه پهلوش گردانیدن، در زیر بغلش یک قطعه لباسی را از بیت المال دزدیده بوده است. برادرای عزیز و گرامی، و از مال غنیمت وقتی که می جنگیدن برای پیامبر ما و شما میدونین که در محاربه ها مال غنیمت برای پیامبر حلال بود گرفتنش. یعنی وقتی که یک جا را که هجوم میکردن، مال و ملک اونجا برای اینها حلال میشد. این قاعده جنگ همین است. ولی این بنده خدا به تقسیم کردن الله که یک پاره را گرفته در زیر بغل که پنهان کرده بوده است، یعنی خیانتی در مال کرده است. و وقتی که می جنگید پیامبر عالی باید در زیر شکمش او را ندیده با نور نبوت گفت ایرا من در دوزخ میبینم. برای این شهیدم خدای مهربان میگفته است تو دروغ میگویی، ملائکه ها میگفتند تو هم دروغ. بعد از آن خداوند میگفته است بلکه تو ارادت همین بود که تو را گویم بسیار جوانمرد بود، بسیار شجاع بود. یعنی تو به خاطر این کلمه ها جهاد کردی. همچنان سیوم نفری که اینجا موردی پرسش پروردگار قبول میگیرد، این آدمی است که در دنیا مال خود را گویم خیر احسانی که ما و شما امروز میگوییم خیر احسان میکند، ولی در خیر احسانش هم نیتش چی است؟ نیتش داناندن است، نیتش فهمانیدن است، نیتش ریا است. پس پروردگار با اینها همچنان معامله را روا میبیند. خلاص از این پرسشی که خداوند نسبت اینها میکند معلوم شد که اگر ما هم برادرای عزیز هر عبادتی را که در دنیا به خاطر خدا اگر انجام ندهیم، پس وای در پیشگاه پروردگار قبولیت هم ندارد. حتی شما را من خبردار کردم که همین جمعه‌ای که ما و شما میاییم، نمازهای 5 وقته که ما و شما میاییم، برای جماعت ها ما و شما دوهایی که میکنیم، حتی حرکت هایی که میکنیم، اگر همینا برای رضاگی خدا نباشند یا در دل ما نیتی رضاگی پروردگار نباشد، پس در این عبادت های ما و شما هیچ چیز قبولیت پیشگاه خدا در وجود ندارد.